سلام بچه های یوتیوب، خوش آمدید در ویدیو جدید. ما امروز آمدیم در شهر آتن، میخواییم ارزان ترین و کثیف ترین هتل را به شما تست کنیم، چون در گوگل خیلی نظرات منفی درباره این هتل نوشته بود. حالا ببینیم. همونطور که میبینید خیابانش هم خیلی تمیز معلوم نمیشه. حالا بریم داخل ببینیم که چجوریه. اینم از آسانسور هتل که واقعا خیلی کوچیکه. با رفقایم یک سلام بگید بچه. سلام علیکم. سلام. واقعا 3 نفر به زور جا میشیم داخل آسانسور. خب بچه ها، این هم کس راهرو از مایه که نسبتا تمیزه ولی خیلی بوی بد میده. حالا ببینیم که داخل اتاق چه رقمه. اینجا هم یک تا آینه خیلی بزرگ داریم. بعد بیاید دیگه داخل اتاق رو با هم ببینیم که اولی شت. خیلی بوی بد داره داخل اتاق. من از توالت شروع کنم. اول توالت رو براتون نشان میدم، بعد کل اتاق و همینجوری. توالت خیلی کوچیکه و خیلی بوی بد میده. و اینجا هم که یک تا توالت فرنگی داریم، یک تا آینه و اینجا هم که حمام از ما. واقعا خیلی کوچیکه، خیلی کوچیک. و سقف هم کلن چیز دیده، نمیدونم نام از او چیه ولی کلن خراب شده. سقف هم کلن خراب شده. یک تا هواکش اینجا داریم که او هم اصلا کار نمیده فکر کنم، چون اصلا صدا نمیاد. خب بعد یک تا میز آرایش یا میز نمیدونم چی اینجا داریم. بعد اینم از تخت از ما که ما 3 نفریم، قرار یک شب اینجا سپری کنیم. 3 تا تخت داریم. بعد یک تا تلویزیون و یک تا کولر. بذار تلویزیون تست کنم که تلویزیون اصلا روشن میشه نمیشه. خب LG تلویزیون روشن میشه ولی واقعا خیلی کوچیکه. این دفعه نوبت لامپا ببینیم لامپا چه رقمه. لامپا روشن میشه نمیشه. آره لامپا کار میده ولی خیلی کثیفه. اصلا اینجا را اصلا تمیز نکرده، خیلی وقت تمیز نکرده. نگاه کن. خب بعد ما یک تا بالکن داریم. بذار بالکن هم برایشون نشان بدم. این هم از بالکن از ما که واقعا کوچیکه و این هم از نمای بیرون. شما در کامنت ها حدیث بزنید که ما شبی چند پرداخت کنید تا در هتل بخوابیم. خب این دفعه نوبتی باشم، نوبتی تخته. بذار تخت تست کنیم که تخت چه رقمه. تخت خوبه، نرمه ولی خیلی تمیز معلوم نمیشه. خدا کنه که چیز نداشته باشه از رو عنکبوت و این چیزا. بذار ما دقیق نگاه کنم. بالشت خیلی خوبه، خیلی کثیف معلوم نمیشه. آره حالا ببینیم که امشب چه رقم سپری کنیم اینجا. خیلی قرار خیلی اتفاقا امکان داره بفته، نمیدونم دیگه. بعدا ویدیو میگیریم. الان که خیلی زوده، هنوز تاریک نشده هوا. بعد که شب شد دوباره ویدیو میگیریم که مثلا چه رقم خواب دیدیم، اصلا خواب میریم نمیریم. آره دیگه همین بود تا فعلنش. بچه ها ما بیرون بودیم از ساعت 12 تا امیال که ساعت 2:14 خانه ایم، نتونستیم در اینجا بخوابیم. اولا که کولر خراب بود، خیلی اتاق گرم بود.
بعد دیگه چیز دیگه خیلی حسی بد داریم اینجا، پشه زیاد داره، مثلا خیلی اذیت مونه، خلاصه نمیتونیم بخوابیم. حالا اگه امشب از اینجا زنده برشدیم بعد فردا میبینیم. بای. صبح بخیر بچه ها. من که امشب واقعا اصلا نتونستم خوب خواب کنم، بیرون خیلی سر صدا بود، بعد دیگه چندان حس خوبی نداشتم. خب بچه ها، ما هم الان میریم کلید تحویل بدیم. امشب هم گذشت. خب بچه ها، یک شبم در زانترین هتل سپرگدیم. شما در کامنت ها بگین که دفعه بعد چی رو برای شما تست کنیم. خداحافظ.